سلام. امسال فرصتی دست داد تا بیش از سالهای قبل در کنار دوستای خوبم در اکران فیلم‌های فجر حضور داشته باشم که گوشه ای از حضورم در جشنواره 43 فجر رو می‌بینید. مثلا ما رد کردیم سینماییش کردیم. با فیلم موسی کلیم الله شروع شد که انصافاً تصویر دقیق و جامعی از بخش ابتدایی حیات حضرت موسی علیه السلام رو منعکس می‌کرد. تعداد فیلم‌ها زیاد بود و طبیعتاً بعضی از فیلم‌ها با سلیقه من سازگار نبود. بریم برای فیلم سوم. ولی تو روز آخر با فیلم خدای جنگ خوب سورپرایز شدم و روز برفیمون قشنگتر هم شد. جا داره از تمام دستاندرکاران این جشنواره مردمی و دوستای عزیزم که زحمت دعوت و همراهیم رو داشتن تقدیر و تشکر داشته باشم.